تا اگه اینو میخوای بیا تا آخر ویدیو به جات بدم. سلام بچه، خوش اومدید به ویدیو جدید. بچه من کوکوبایتی هستم و اینم ویدیو بلند دوم آموزش اسات نایف رو براتون آوردم. اسات نایف و اینکه اصلا سریع میخوام بهتون بگم. قبل ازش چیز لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره، یه کامنت قلب هم بذارین که عشق کنیم بریم بندر گز بریم. خب میاید اول میاید داخل بخش رنگ و بازی میکنید تا زمانی که رنگتون برسه به لجند. چه بتل چه مولتی فرقی نداره و اینکه شما زمانی که رنگتون رو لجند میکنید باید بازی کنید. زمانی که رنگتون لجند شد تا یک سری تیکت های مثل همچین تیکت هایی به دست بیارید. این تیکت هایی که من 1363 ازش دارم. و اینکه بچه شما میاد داخل اینجا داخل چنجر و میاد این بخش انتخاب میکنید. خب زمانی که انتخاب کردی اینجا میزنی سر این. خب من حالا الان اساس نایف گرفتم. خب باید بازی کنی. خب اولیش میشه 100 تا، دوم میشه 1000، دوم میشه 200، سوم میشه 400 تا، 500 تا، 600 تا، 700 تا، 800 تا، همینجوری میاد بالا. خب شما داخل دور 17 هم خب میتونید اسات نایف رو بگیرید و اینکه برید باش اشغال کنید. حالا بریم من یه نمای کلی از اسات نایف رو نشون بدم. Contact with enemy. Sniper! Enemy contact!